دوری آخرین مرحله یکم چمپیونات مملکت داوران درجه بین المللی از جمهوری حالا صاحبان میدان حقوق پیدا کردند که ضربه جریمه‌ای زنند. این کار را سایرالدین غفور به انجام می‌رساند. سایرالدین از نیمه راست میدان ضربه جریمه‌ای می‌زند. استقلال و چون ابتدای کار با موفقانه است و انتها به نتیجه است. سایرالدین غفورов، حسن رستمov. سایرالدین به سوی پیش حرکت میکند و این دفعه باز رقابت فوتبالبازان استقلال غیر قاعده بود و از این خاطر آرزو داد خدایا که قاعده بازی را ویران کرد. داور نیز بی‌طرف بودن نمیتواند و جانب دروازه دسته استقلال ضربه جریمه‌ای تعیین میکند. خاطر رسان میکنیم که در نیمه اول حساب شده شد و در قسم دوم جالبیت از هر دو جانب به نظر میرسد، ولی نتیجه به تغییر است. 1-0 به نفع دسته روشن شهر کولاب. حالا صاحبان میدان ضربه جریمه‌ای میزنند. سایرالدین غفورov ضربه سایرالدین را دروازه‌بان این دفعه ببینید که الان نعیم المعصوم و دروازه‌بان برای ببینید که سایرالدین در احاطه یکی از محافظه‌گران ضربه میزند. توپ را علیشیر تویتیوب با مشکلی برمیگرداند. در حقیقت این